روز شنبه ده‌ها هزار شهروند ترکیه در شهرهای مختلف این کشور اولین سالگرد آشوب ناکام مخالفین پرزیدنت کنونی کشور را به یاد آوردند. شب 15 به 16 ایولی سال گذشته آشوبگران یکی در بناهای دولتی را اشغال نموده اظهار کردند که به خاطر حفظ دموکراسی و حقوق انسان حاکمیت را به دست خود گرفتند. ولی در دوام 24 ساعت طرفداران رجب طیب اردوغان حکومت را برقرار نموده اکثر آشوبگران را حبس کردند. در این آشوب یک شهروند تاجیکستان هم بازداشت شد. Bildiğimiz kadarıyla darbe girişimine katılan bir yabancı vatandaş olmadı. تا جای میدانیم در کوشش تبادلات ترکیه یگان شهروند خارجی اشتراک نداشت، اما چند نفر برای ارتباط داشتنشان به حبس گرفته شدند. بغیر از یک شهروند تاجیکستان که عیناً با همین اتهام عیبدار میشد و بعداً رها گردید، دیگر نفر از تاجیکستان بازداشت نگردیده است. در همین حال در پس منظر مبارزه با گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی وزارت کارهای داخلی ترکیه 2651 شهروند تاجیکستان را برای خط سیاه وارد کرده است. این افراد به خاطر ارتباط با تروریست‌ها و عبور منطقه‌های مناقشه حق ندارند که به قلمرو ترکیه وارد شوند. همچنین بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی ترکیه از آغاز مناقشه سوریه تا ماه گذشته 308 شهروند تاجیکستان بازداشت و به تاجیکستان استرداد شدند. وزارت میگوید آنها در منطقه‌های نزد مرزی ترکیه با سوریه بوده قصد پیوستن به گروه‌های تندرو را داشتند.